پس از تلاش‌های بیش از 1000 ساله جهت رسیدن به آرمان‌های ملی و مردم تاجیک تنها در آخر عصر 20 امکان دست داد تلاش‌های آزادی‌خواهانه این مردم به عمل رسد. با دست آوردن استقلالیت کامل سیاسی نه تنها مهمترین دستاورد ملت تاجیک بلکه آرمان گذشتگان پرارمان ملت ما میباشد. 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان برابر به دست آوردن استقلالیت دولتی راه بنیاد جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد و اجتماعی را پیش گرفته به سوی پیشرفت و کامیابی‌های نوین قدم نهاد. اینک 32 سال می شود که تاجیکستان با راهبری عاقلانه و دوراندیشانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از جانب جامعه جهانی همچون دولت مستقل شناخته شده در حل اکثر مسائل عمده جهانی چون تشبثکار اساسی برآمد می‌نماید. در این روز درآمدگاه باغ فرهنگی و فراغتی کوروش کبیر با یک طرز زیبا و دیدنی با محصولات کشاورزی و اگروصنعتی و هنرهای مردمی که تازه استحصال کارخانه مؤسسه و محصولات دستی ساکنان ناحیه فیض‌آباد بودند که نزدیک به 300 تن را در بر می‌گرفت آرا داده شده بود. در درآمدگاه این مؤسسه فرهنگی محصولات هنرهای دستی از قبیل کنده‌کاری، کلالگری، درزدوزی، طبق تراشی، زرگری، چوب تراشی و دیگر هنرهای دستی به معرض گذاشته شده بود. در این روز مسئولین و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه شاه منصور از نمایش فروش محصولات کشاورزی این ناحیه کشور دیدن کرده تدبیر مذکور را در گسترش دادن فرهنگ و هنر ملت تاجیک نیک ارزیابی نمودند. ساکنان شهر دوشنبه نیز در این روز جشنی با یک روحیه بریده از این نمایشگاه‌ها محصولات دسترنج خویش را خریداری نموده ایستادند، زیرا در این مکان‌ها همه نمود مال محصولات نظر به بازار استعمالی تا 35% ارزان به فروش گذاشته شده بود. ناحیه فیض‌آباد یک از ناحیه‌های در کشور به شمار می‌رود که در پرورش مرغ و تخم و پمیدار گوشتی در جای نمایان قرار داشته. تنها در این نمایشگاه 1 تانه پمیدار و 84,000 دانه تخم مرغ را به استقامت کنندگان شهر دوشنبه پیشکش نمودند. چگونه ای که شما مشاهده می‌نمایید ناحیه فیض‌آباد در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه تمامی محصولات ساحه کشاورزی و دستاوردهای هنرهای مردمی را پیشکشی ساکنان پایتخت عزیزمان گردانیده شده است. البته امروزا از محصولات کشاورزی زیاده از 300 تن پیشکش گردیده است که هم در نمایش و هم در فروش الکی به مردمی پایتخت دسترس گردیده ایستاده است. ناحیه فیض‌آباد که ناحیه اگراری می باشد در تمام جشن و نمایش‌های ساحه کشاورزی فعال بود. باید گفت که ما ثمره استقلالات آزادی کشور عزیزمان است که امروز در تمام مناطق کشور ساکنان آزادانه فعالیت نموده در همه این جشن‌های ملی و دولتی شرکت می‌نمایند. برنامه فرهنگی با دستگل شعر و ترانه‌ها که محتوای آن وصف کننده صداقت و وفاداری و ارزش‌های ملی بود خاطر حاضرین را شاد نمود. باعث افتخار است که تاجیکستان عزیزمان در مدت کوتاه با کامیابی‌های عظیم نایل گردیده است و در جهان معاصر مقام خود را پیدا کرده است.